سلام دوستان، به کانال آذر دانش خوش آمدین. ممنون که همیشه منو سابسکرایب کردین، حمایت کردین، با لایک و کامنتتون پشتیبان من بودین. خب دوستان، من امروز مهمون دارم و خواهرم قراره بیاد خونه من و تصمیم گرفتم یه ویدیو براتون بگیرم. دارم آشپزی انجام میدم. امروز میخوام گوشت بادامی درست کنم و گفتم شما هم کنار من باشید. من چون پیاز برداشتم، پوستشون رو گرفتم و آب میکشم، خردشون میکنم به صورت خلالی. عزیزان، شما میتونید نگینی خرد کنی، شما میتونی اگه از پیاز خوشت نمیاد داخل خورشت میتونی رنده کنی، دیگه اون باب سلیقه خودته، ولی من ترجیح میدم خلالی باشه چون خورشتم رو خیلی خوشمزه تر میکنه. کلا پیازداغ خورشت خوشمزه میکنه. من پیازم رو خورد میکنم به صورت خلالی. دوستای گلم، حمایت یادتون نره، این حمایت دو طرفه است و متقابلا برای شما هم همینجور انجام میشه و برای همیشه است. خلاصه ماها باید هممون هوای همدیگر داشته باشیم تا بتونیم به اون موفقیتی که میخوایم دست پیدا کنیم. من پیازم خورد کردم، گاز گذاشتم با شعله زیاد. میخوام آب پیازم کشیده بشه. بعدش که آبش گرفته شد روغن اضافه میکنم با یه مقدار زردچوبه. ببینید خب من اینجا روغن اضافه کردم یه مقدار با زردچوبه. میذارم یه مقدار دیگه پیازم سرخ بشه، یه مقدار دیگه نرم بشه. وقتی که یه مقدار نرم شد، موقعی که اردیبی زدم، نمک، فلفل، زردچوبه. ببین یه تیکه از مرغ منم یخ زده است، ایرادی نداره، همینجوری میذاریم روی این پیاز. چون پیازم رو نیم سرخ کردم. این پیاز باز هنوز آب پس میده و اون مرغ یخ زده هم همینجور. نگران نباشین، درشو بذارین با سوی متوسط مایل به کم و بیاین به کارهای دیگه‌تون برسین. من تو این فاصله دیدین بادامی جونمو پوست گرفتم و گذاشتم تو آب و نمک، با قاشق نمک ریختم، گذاشتم پوست بخور تا تلخیش گرفته بشه. اینجا میبینید مرغم رو ببینید یخش باز شده و اصلا هم پیازم نسوخته، پیازم داره نرمتر میشه. نگاه کنید دیگه به این مرحله که رسیدیم بهش رب گوجه اضافه میکنیم.
حالا میتونی شما رب گوجه کمتر استفاده کنید، بهش بیشتر زعفرون بزنید، خیلی خوشمزه تر میشه. حالا من تاکید میکنم خیلی با گوشت گوسفندی خوشمزه تر از این روشه که داریم میکنیم. من 2 قاشق و نصف بهش رب گوجه زدم، زعفرون نزدم بهش. شما اگه داشتی میتونی استفاده کنی و رب گوجت خیلی کم بزنی، 1 قاشق بزنم. اینا قشنگ هم میزنی تا مخلوط شه و رب من رنگ خوشگل جذاب خودشو نشون بده، رنگشو پس بده. ببینید قشنگ مخلوط شد، هم زدم دیگه. اینجا ببینید چقدر خوش رنگ شد. رب من دیگه رنگشو پس داد. من از خود پودر دارچین استفاده نکردم چون رنگ خورشتم تیره میکنه. من از خود چوب دارچین استفاده کردم. یه مقدار چوب دارچین ریختم، هم عطر خوبی میده، هم خوشمزه‌ش میکنه، هم رنگ غذامو خراب نمیکنه. دیگه توی مرحله که رسیدیم 1 لیوان و نصف من آب جوش از کنار قابلمه خودم اضافه کردم. از روی مرغ نریختم به هیچ عنوان. دیگه میذارم این 1 نیم ساعت با سوی کم برای خودش جا بیافته. ببینید آب من پایین تر از مرغ منه، تیکه‌های مرغمه، نباید روی مرغ بیاد آب اگه یه خورشت جا افتاده میخوام. من اینجا دیگه 1 نیم ساعتی شد و این بادمجونای من تو آب نمک موندن. الان آبشونو فشار میدم تا آبشونو بگیرم و میذارم توی ظرف دیگه، از آب خارجشون میکنم. نگاه کنید من ترجیح دادم راه اینجوری پوست بگیرم چون خیلی شکیم‌تر و مجلسی تر میشه. چون حالا مهمونم دارم گفتم دیگه اینجوری جذاب ترم میشه خورشتم، حتی برای قیمم اینجوری عالی میشه. خب من بادمجونامو تارمو میزنم داغ بشه، کامل که داغ شد بهش روغن اضافه میکنم و بعدش دیگه بادمجونامو سرخ میکنم. دوستان این کاری که من انجام دادم، بادمجونمو تو آب نمک گذاشتم، توضیح بهتون بدم که به غیر از اینه که تلخی بادمجون منو میگیره، به هیچ عنوانم دیگه نگران این نباشین که بادمجونتون پر روغن بشه. اصلا روغن دیگه به خودش جذب نمیکنه، خیالتون راحت باشه. شما هر چقدر که روغن بریزید اون روغن میمونه توی حرکبتون، دوباره سر خود جذب نمیکنه، نیاز به روغن ریختن دوباره دیگه ندارید. من بادمجونامو دیگه دونه دونه میشونم توی حرکبتم تا قشنگ گرم بشه. داره روغنم چون اگه گرم نشه روغن من بد میچسبه بادمجونای من به کف خورده من، چون تفلون نیست اینجوری، ولی اصلا کار تفلون رو میکنه که نمیچسبه. من بادمجونام اینجوری دونه دارم میچینم توی کابه، هم
میذارم با سیر متوسط سرخ بشه. من به همه بادمجونام چند تا جاش آمو زدم، فقط به این علت که وقتی که اینجوری میذارم درست سرخ بشه داخل خود بادمجون منم سرخ بشه، داخلش نرم بشه و مفتوح بشه و خوشمزه بشه، خام نمونه وسطش. بعدش هم که نباید به هیچ عنوان بادمجون رو با سیر کم سرخ کنید، همیشه باید با سیر زیاد هم نه، متوسط مایل به زیاد سرخ کنید تا روغن یا به خودش جذب نکنه، چون وقتی سوشو کم بذاری روغن کلا جذب میکنه، حتی سیب زمینی هم بخوای سرخ کنی. ببینید من بادمجونم رو سرخ کردم دیدیم. اینجا دیگه برنجم زیرشون روشن میکنم که خیس کرده بودم از قبل چند ساعت، درسته هم اینجا داره جا میفته. اینجا در قابلمه رو میذارم چون میخوام برنج دمی درست کنم. اینجا یه چای شیرینی برای مهمونای عزیزم آوردم، جای شما خالی. یه مقدارم آلوچه که واقعا که پدرشو در آوردیم هممون، جای همتون سبز. اینم از خورشت بادمجون عالیمون، جای همتون سبز.